به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام آموزندگان گرامی. درس 16 است از سلسله درس های عربی برای نوآموزان. الفبای زبان عربی حرف ضاد. شاید در شنیدن شما دی تاجیکی شنوید یا که دال شنوید، لیکن این نه دال است نه دی تاجیکی. این ضاد. خب ضبون سوسمار شکلی کلاسک را دارد، لیکن از کلاسک کلان است. ضرسون دندان کرسی یا دندان. ضباتون جمع کلمه ضابط است. ضابط افسر می شود. خب ضبون شکل تنهای کلمه، اضبون و ضبانون و ضبابون. ضرسون شکل تنهای کلمه، شکل جمع اضراسون و ضروسون. ضابطون یک افسر شکل تنهای کلمه و افسرها ضباتون شکل جمع کلمه افسر. این بود درس 16. تا درس نوبتی، خداحافظ.